шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори дуюм. چون تشخیص و تفتیش پایان یافت، جسمی به جان آن مرد گمنام را به افتمشین یاری تجلی بار کردند و به دستش شادی لایق دعوتنامه داده به او خداحافظی نمودند. بیچاره وی کی بوده است؟ برابر شنیدن نقل شادی لایق پرسید سمندر. نمیدانم. میلیسه ها هم یگان حجتش را نیافتند. دو دندانش از جمله دندان اشکش از طرف راست از متلی زرد بوده است. دندانهایش از طلای لباسش نیم داشت. در پایش موزه های لتگی زردی نیم داشته است. میلیسه ها گفتند که دندانهایش این نشانه مخصوصند و شاید در معین نمودن شخصیتش یاری دهند. براستی من هیچ نفهمیدم که چطور از روی دندانهای زرد شخصیتی مقتول را معین میکنند. حالا در تاجیکستان گذاشتن دندانهای زرد مد شدگی. هفته گذشته دختر همسایه ما گلبرگ هم دندانهای زیبایش را اره نموده بالایشان را طلا کشیده است. نانی خوردن ندارند و هوای هوسشان تا به کجا. در واقع میلیسه ها برای تو هم کاغذچه فرستادند. شادی لایق جیبش را تکرو کرده آن کاغذ چارخط شده را بیرون آورده به دست مصاحبش داد. سمندر آن کاغذ جیم شده چارخط را کشاده چشم دوخته نهایت پرسید. آنها نام و نسب مرا از کجا میدانند؟ از من پرسیدند که بجز خودت باز کی آواز تیر شنید و من نام و نسبت را گفتم یا مگر خطا کردم؟ خطا کنه، ولی خودتون میدونید که من آنقدر میل به میلیسه رفتن ندارم. که قرض شهروندی ماست، مگر ما نیتی کسی را تهمت کردن داریم؟ البته نه. پس چی جایی گله؟ فردا به میلیسه میروی و سخنانی مرا تصدیق کرده میایی؟ کدام سخنانتون را؟ شنیدنی صدای تیر را در ساعت 2 شب؟ بله. سری صبح او پای در رکاب رخش مانده با سرچوبان خداحافظی نموده لجام را سر داد. همین خیل لجام را سر داد و جانور به پیش قدم نهاد. چون مردی سالار و پرتمکین آهسته آهسته روان شد. قمچین را کارفرما، قمچین را میفهمی بهترین اسب هم محتاج تازیانه است. دوام سخنان سرچوپان را سمندر نشنید. او از سخن سرچوپان شکستن گردن شیطان را شکست و برابر گرفتن ضربه رخش چون باد او را در فراز دره و طرف راهی کلان برد. زیبا و شکست ناپذیرترین زن محتاجی. دوام سخنان همیشگی سرچوپان را به یاد آورد سمندر. شیرین شیرین، با یک نگاه دل من شکافتی و اکنون کناره‌جویی میکنی. سمندر واخوری اولینش را در سر چشمه پهلوی باغشون به یاد آورد. روزهای اولی از محبس آمدن هم سمندر آرام نبود. تمام روز او در باغ بیخی درختان را نرم میکرد. چشمه پهلوی باغ اصلا جای صحبت دخترانی محلهشان که بحری آب می آمدن قرار داشته است. شکر خدا که محلهشان دخترانی خدرس و زیبای زیاده داشتند و اکثری آنها سری چشمه ساعتها صحبت می کردند. گویا به صحبت روزی آنها نمی گذشت. به صحبت دختره که محله تنها یک نفر همراه نمی شد. او چون به لب چشمه می رسید آب گرفته با سری خم همانا پس می گشت. چون دیگر دختران با آوازی بلند قاقا زده می خندیدن، عموما نگاهش به زندگی دیگر بود. این دختره که شرمگین شیرین بود که حتی خواهر سمندر شهلا هم او را بد می دید. مغنبیر می گفت. به همه این نگاه نکرده محض همان دختری مغنبیر به دل سمندر پیکان زد. چون سخن درباره فاتحه نمودنی او رفت، سمندر نام شیرین را به زبان آورد. والدینش لام نگفتند. دختری بد نیست، ولی شهلا زید برآمد گفت که نخواد ملیکه و نرگس را مانده طلبگار شیرین بر این دختری شوید که تا کنون خنده‌اش را کسی ندیده است. مغنبیر از شیرینی میگفته گرد. من گلی را دوست می‌دارم که در گلزار نیست. بهیمای خش برخیست سمندر. این راست با علم گفت شهلا که میخواست ملیکه یا نرگس را به اکش عروس نماید.
2 هفته پیش پدر و مادرش به خانه شیرین رفتند. رازگی پدر و مادر دختر را گرفتند. اکنون شیرین نامزدی قانونی اوست، ولی بعد فاتحت دیگر به لب چشم هم نمی آید. ای شیرین، در زمانی که سوار بین اندیشه های خویش قریب غنم می رفت، رخش نیز بهر کوتاه کردن راه گذشته خویش به یاد آورد. بهار سال گذشته صاحبش او را به گله همراه کرد. او در سرمابرک بهر به دست آوردن گلچین با اسب‌های دیگر چقدر کشماکش کرد. سراپا خونشار شد ولی خفا نگشت. عشق گلچین زیبا او را از همه بلای آفت‌ها ایمن داشت و تا وقتی خزان ریز او پهلوی گلچین زیبا بود. برابری به زمین رسیدن اولین دانه های برف صاحبش به آن موضع آمد و بعد تلاش‌های زیاد ریسمان حلقه‌داری را به گردنش پرتافت. رخش در آن لحظه ها دیوانوار خود را به هر طرف میزد، ولی صاحبش هم که سواری سمند دیگری بود مرد عنایی نبود و چیکار کردنش را میدانست. از بردار و زنهای بیهوده ریسمان گردنش را میفشرد و نفس کشیش دشوار میشد. نهایت به تقدیر تن داد رخش و صاحبش او را به خانه آورد. در آن شب و روز رخش خراب و لاغر شده بود و صاحبش او را تا خود زمستان پروای و پرورش کرد. در عمر 10 ساله خویش او هیچ مرام و مقصدی آدمی را نفهمید. تمام فصل تابستان او در اختیار خویش، تیرماه او قریب که بالانشین چنان با او مناسبت میکنند که هوسش می آید و چون فصل سرما در رسید همه جامعه خویش چپه می پوشند. هر زمستان او را به محفل ها می برند. او در آن محفل ها بالانشین نیست، در خدمت آدمی است. چون به محفل جا برسد، چون خود همجنسان بسیارش را ببیند که سوار بالایشان میل از زمین برداشتن بوزی سربریده را دارند. هر کی می خواهد اسبش نام گوید و نام بهری هیچ کس به آسانی به دست نمی آید. در آن محفل ها اون نه تنها نامی خویش بلکه بیشتر نام صاحبش را باید حفظ نماید و آن بوزی سربریده را با سواری بالایش در بین صدها اسب که هر کدام چون آب و آتش مانعی سری راهش می شوند گذرانیده تا به مره ببرد. در آن لحظه ها و آنقدر تازیانه می خورد که حسابش نیست. این چی بازی است او نمی فهمد، ولی به حرمت نمک صاحبش مجبور است که تا جان در رمق دارد خدمت کند. رخش به یاد آورد که چطور بالای میسرزارانی سرمابرک از قفای مادر خیز می زد. او آن زمانها همجنسان خویش را در اطاعت آدمی دیده دلش ریش ریش می شد، بیخبر از آن که همه این کاسه دور است. چون دور زمانش آمد آن باری وزنین زندگی به دوشش افتید. همه این دور و تاسهای او در نسبت تلاشهای آدم به زندگی هیچند. ببین آدم را همیشه در تکاپو، هر قدر دارا شود باز چشمش گرسنه. سال گذشته صاحبش باز 2 اسب دیگر گرفت و تمام زمستان پروا و پرورش کرد. و کدام مقصد او هیچ نفهمید و بهاران آنها را به گله سر داد. دیگر آنها در کجایند او نمیداند. اصلا همجنسان او هم مثل خودش شکست نفسند و شاید همینش بهتر است. از آنچه که تمام موجودات زنده را آدمی مطیع خود گردانیده است، او مرتبه انسان را نزد آفریدگار بلند دید و او نیز به خدمت انسان نه از روی هوای هوس بلکه با امر الهی آمده بود. همه این دو تاسا و خدمت به انسان ذره ناچیزی بود در قیاس از فراق گلچین زیبا. ولی زمین سخت بود و آسمان بلند و او درد خویش گفتن نمی توانست. بهر آدمی باشد محبت او فرق نداشت. آدمی فقط در فکر خویش و محبت خویش است. سوار کیها تازیانه را به گوشه فراموشی داده بود. او سری کلامات آورده شادی لایق اندیشه نمود. اصلا هرچند هنوز از تجربه روزگار بهره نبرداشته بود، ولی در زندگی بسیار حالتهای را دیده و شنیده بود و آنچه که زن در حقیقت محتاج شوهر است او بحث کردنی هم نبود، چون که این طلبات بیولوژی تمام مخلوقات زنده است. ولی نه هر زن شایسته این نام خویش است و آنی که شرم و حیا را پیش پا میزند صدقه این نام زن مادر شود، صدقه شوهر شود. الحذر از چنین زنها، الحذر. بهترین گنجی که سمندر در طی سالهای آخر یافت
این طغیان محبت در قلبش نسبت به شیرین بود و او زیر لب دعا کرد که آفریدگار کشتی محبت او و شیرین را تا ساحل مراد برساند. رخش سواری بالایش را که چون خودی او در بین آرزو و هوس‌هایش شنا داشت با احتیاط پیش می برد. سری صبح روز 24 اوگوست ساربان حامد را با مضمون تلفنگرامی از وزارت آمده شناس نمودند. اکنون او را لازم بود که بازگشت خویش را به خانه در مدت 10 روز دیگر به گوشه فراموشی دهد. حمید جاوید در حقیقت به عهدش وفا کرد. از دل گذران ساربان حامد و به اتاق کاری لیتنانت میلیسا گوریزوف برآمد. گوریزوف همگی 2 ماه پیش از کرسی دانشجویی به این وظیفه تعیین شده آمده بود. از کدام نوع گره داشتنش را نمی‌دانست و او که الکی از مضمون تلفنگرام آگاه بود، برابری وارد اتاق کاریش گشتن ساربان حامد از جای برخاسته کاپیتان را برای نشستن به جای خویش دعوت کرد. ولی ساربان حامد چون هر روزه به کرسی روبرو نشسته از نتیجه کار پرسان شد. خبرنامه ها را تیار نمودم، چون بهری رسم ها را بیارد آنها را میفرستم. نتیجه تشخیص بالستیکی نامد. دیروز امکانیتی به اکسپرتیز فرستادن قراری مفتش نشد. خودی حاضر صمد و زنگ زده از من خواهش کرد که رفته قرار را گرفته به ایکا فرستم. صمد خواهش کرد ناراضگی بیان کرد ساربان حامد و علاوه نمود که این کار را به ذمه بهری گذاشتن بهتر و بر دیسک کم رقم چیده مصاحبی در آن ترفیسیم بودهش را به واخوری دعوت نمود. لیتنانت کلان میلیسا بهری با امر شما حاضر. گویان لحظه پس اکسپرت کریمینالیست برابری وارد اتاق کاری گریز شدن و طور نظامی به ساربان حامد گزارش داد. از شما خواهش رفیق لیتنانت کلان که به پروکراتور نزد صمدوف رفته حجت‌ها را برای تشخیص بالستیکی به ایکا فرستید. کوشش نماید هرچی تیزتر نتیجه تشخیص را فرستند. در واقع سراول رسم‌ها تیار شدند، بعد نیم ساعت تیار میشوند. گویید که اول به پروکراتور بروم یا رسم‌ها را بیارم. پروکراتور گریختن نمی‌رود. همش را فهمیدم رفیق کاپیتان. اکنون رخصت دهید از پی کار شوم. رسا بعد نیم ساعت بهری رسم‌های مقتول را که زیاده از 50 دانه بود آورده به دست ساربان حامد داده، خود از پی اجرای سفارش نیم ساعت پیشتر گرفتهش و پروکراتور رفت. رسم‌ها را با خبرنامه‌ها یک جا نموده به کاتبات سپارید. امر بود ساربان حامد و تا از کاتبات برگشتن گوریزوف خود به تحلیل حادثه رخ داده گذشت. ساربان حامد از روی عادت ورق سفید را نزدش گذاشته قلم را به دست گرفت و بالای ورق چند دایره‌چه کشیده به اندیشه رفت. او سری حادثه رخ داده خیلی اندیشه نمود و نهایت در داخل دایره‌چه میانه که از همه کلانتر بود چنین نوشت: کشتار از روی قصد و آهسته آهسته در داخل دایره‌چه‌های دیگر نیز نوشتجات از قبیل کشتار و مقصدی به دست آوردن مالکیت مقتول، کشتار برای خلاص شدن از قرض، کشتار به مقصد از بر بردن از جنایت، کشتار هنگام داد و گریفت مواد نشأه آور یا خود قاچاقچی پیدا شده است. سپس او سری همه نظریه‌های در داخل دایره‌چه‌ها بوده با لیتنانت میلیسا مبادله افکار کرد. در نتیجه بحث طولانی با در نظر داشت آن که جنایت در کوهدامن رخ داده است، طرفا نظریه آخرین کشتار هنگام داد و گریفت مواد نشأه‌دار یا خود قاچاقچی را همچون نظریه اساسی به نقشه کاری داخل نمودند. باقی مانده همه نظریه ها چون نظریه علاوگی به نقشه کاری همراه کرده شد. هرچند ساربان حامد از نزدیک به موضع اصلی منطقه گلابات شناس نبود، ولی دیروز بعد بازگشت از جای حادثه در خریطه این محل که در قسم نوبداری آویخته شده بود شناس شد و فهمید که محض موضع خشکک دره پیراهه‌های دارد که تا به خودی سرحد می رود. از روی نقل مردمی تهجایی او همین قدر را فهمید که در زمان جنگ شهروندی گروه‌های مخالفین با همین راه یراق اسلحه می آوردند. مادامی که یراق اسلحه را برده می شده است، پس بردن دارویی که اکنون با نام مرگ سفید یادرس می شود چه دشواری دارد؟ به زمین مسافه زیاد از 50 کیلومتر در همین سمت از زیر نظارت دور مانده است. شخصی که به قاچاق مواد مخدر دست میزند آنقدر گول و گمراه نیست که با راه کلان از زیر بنگاه‌های
بازرسی دولتی افتمبلی از زیر بینی میلیسا گذرد. مقال خلقی برای راست رو اگرچه دور است، زنی مردم نگیر اگرچه هور است، هیچگاه پسند ویران کننده قانون نبود و نمی شود. اگر شخصی که تیار است با آن مواد مخدر خونی صدها بلکه هزاران بریزد راهی راست میپسندید، هرگز دست به چنین کاری که اسلام من نموده است نمیزد. و شخصی که در موضع خشکک‌دره جان خش از دست داده است، شاید بهر دیگران مرگ میبرد، مرگ سفید. کوزه نه همیشه از لب چشم بی آسیب میگردد. بهر دیگران مرگ برد و عاقبت خود به دام زد. شاید همه این از سرنوشت بودگیست، ولی هر چی را اول و انجام است. شاهکن زیر چاه فکرای بیان نموده کاپیتانی میلیسا را تقویت داده گفت لیتنانت گوریزوف. از احتمال دور نیست که همین خیل هم شده باشد. به فکر شما قاتل افتمت را از کجا یافته است؟ زمان افتمت بازیچه دستی هر کور و کل شده بود و کم نیستن نفرانی که فکر آب در خشکه می کنند. شاید قهرمان ما نیز از چنین اشخاص باشد. علم غیب را کی می داند؟ علم غیب کجا؟ قهرمان ما کم نه غم نه افتمتی 5.45 میلیمتر داشته است و تا جایی که ما مردمی تجایی می دانیم همه یراق‌های از ساحل چپ به ساحل راست گذشته سلاح‌های از استفاده برآمده 7.62 میلیمتر بودند. این هم تو در مد اول در اصل باشد. فهمیدم. من همین خیل بچه بابا با لهجه ما گپ زدید که ما را هم بعضن یار و دوستان در شهر همین خیل نام میگیرند. سربانی حامد از چی باشد که بچه بابا گفتنی صاحب سلیمانویچ را به یاد آورد. هنگام از بنای نه آشانه به پایان رفتن کارمند اینستیتوت فیزیک آنها همراه صاحب سلیمانویچ و جبار اسلامویچ از روی پرونده مذکور تفتیشات برده بودند و عاقبت موی را از خمیر جدا کردند. همان وقت سلیمانوف به او بچه بابا گنان مراجعت میکرد. به فکر شما قاتل و مقتول شناس بودند؟ نمیدانم، ولی مرام و مقصد هر دو یک بودگیست. دوست را در شب تار میشناسد. گفتگی بر این آنها نیز خشکک‌دره را جای واخوری خش انتخاب نمودند. رفت همین خیل ناگهان روبرو آمده باشند چی؟ ناگهان در نصف شب روبرو آمدند و یکی دیگری را پراند. شاید خیال گرگ یا خرس نموده قلنگ تیار را زیر نموده است. همین طرفی مسئله هیچ به منطق راست نمی آید و اگر فکر شما هم درست باشد از روی نتیجهش ما باید آن را جستجو نماییم. آخر در فراق قهرمانی ما 2 ماده کلان کادکس جنایتی آب و ادا شده گشتند. در این حال ما به چه امید بسته می توانیم؟ به گمان است که در 2-3 روزی نزدیک شخصیت مقتول را معین نماییم. به گمان است که هنوز معنای امید خش را از نتیجه کار کردن نیست. رفت و بختمان خندد. ساعت پس یا تا بگاه شخصی به میلیسا زنگ زده میگوید که مقتول را میشناسد یا یگان نفر درباره گم شدن او به یگان شعبه کارهای داخلی عریضه می نویسد. در آن صورت در حسابات شبانه روزی آن را تا وزارت می دهند. از وزارت حتما به ما خبر می دهند چون که همه جنایت ها در نظارت مخصوصی خودی وزیرند. ولی اگر کار چنین شود ما را باز تا صبح فردا انتظار شدن لازم می آید. ما اصلا از طرف دیگر هم برای شخصیت مقتول را معین نمودن نزدیک شدن می توانیم. چخیر اگر تشخیص بلاستیکی و داکتیلوسکوپی نتیجه دهند. شما به این باوری دارید؟ گفتم که اگر و محض ما به همین امید می بندیم و چخیل می دانید اگر این انجام کار نیست. در اصل هر کار شدنش ممکنه. شخصی که غیر قانونی سلاح به دست می آورد هیچگاه دل و نیتش پاک نیست. اون نیست چون اختراکار است، همیشه در تکاپوس و مادامی که به چنین جنایت وزین دست زده است عجب نیست پیش از این هم جنایت صادر نکرده باشد. رفته همین طرفی مسئله حل خش را یابد و نقش پترانی از جای حادثه یافته شده در بایگانی اکا باشد، دایره جستجوهای ما محدودتر می شود. گوریزوف باز چیز پرسیدن می خواست ولی کسی به در انگشت زد و لحظه پس در کشاده شد و جوانمردی 25-26 ساله رخصت پرسیده وارد اتاق کاری گردید. مرحمت، گذشته شنید. کرسی را نشان داده گفت صاحب اتاق. تشکر، من رحیموف سمندر هستم.
دعوتنامه را به دست صاحب اتاق داده و کرسی نشسته گفت: جوان مرد، پاس از شب گذشته باشد هم در اتاق کاری سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد حامد جاوید چراغ فروزان بود. سر میز کاری گروه فوری تفتیشاتی از روی پرونده آغاز نموده مفتش پروکوراتور سمدوف که در یک وقت اجراچی وظیفه پروکورور نیز حساب میشد معاینه آب میکردند. سمدوف حادثه در موضع خشکک‌دره رخ داده را در چهارچوبه قانون از روی علامت ماده های 104 قسم 1 و 195 قسم 1 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برشته کشیده بود. عموما رفت تفتیشات کوالیفیکاسیون جنایت را از روی ماده 104 می توانست وزنین‌تر نماید، ولی ماده 195 قسم 1 به گمان بود که موقع خش از دست دهد. تا زیاده از یک شبانه روز بعد حادثه تفتیشات یگان گره در دست نداشت، هرچند به این کار تمام اپارات یاری رسان و چشم و گوش میلیسا سفربر شده باشد هم، ولی پیشروی در کار دیده نمیشد. بالای سوخت نمکاب نتیجه تشخیص بالستیکی و داکتیلوسکوپی هم معلوم نبود. از اکا با واسطه تلفن خبر دادند که ناوابسته از همه تلاش و کوشش ها در این کار باز 2-3 روز صرف می شود. به کدام طرف ننگری تنها شکست می بینی و بس. نتیجه کار هیچ نه که عملی شود، گفت حمید جاوید و از جای برخاسته نزد تیریزه رفته آن را کشاده تماکو درگیراند. او سری اندیشه های خیش بود. فهمیدن میخواست که چطور مرد ناشناس در موضع خشکک‌دره پیدا شده است و چی سبب شده است. او با زندگی پدرود گفته است. از آن که سینه او را با تیر اتومات 5.15 میلیمتر شکافتند، معلوم که رقیبی بزرگ قصد جان وی نموده است. از بدترش این که قاتل با اتومات مجهز است و امکانی پوره دارد که از خدمت کلاشنیکوف استفاده برد. سپس او تماکوی سوخته را به بیرون پرتافته با سری میز کاریش آمد و اندیشه های خیش را بیان کرد. از همکاران مصلحت پرسید، چون که میفهمید جامعه با مصلحت کوتاه نمی آید. با او و اهل تالار نظریه پیشنهاد نموده ساربان حامد پسند آمد. او نظریه کپیتان میلیسا را کشتار هنگام داد و گرفت مواد نشعه‌دار همچون نظریه اساسی قبول کرد. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی را از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم‌مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربانова. انجام گفتار دوم، دوستدار وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.